اینجوری نه تنها لاغر نمیشی بلکه به خودت آسیب هم میزنی. اگر این موارد رو توی رژیمت داری مطمئن باش که اون رژیمت پرخطره. اگر رژیمت وابسته به عوامل خارجی باشه، مثلا تو رژیم کرمروده میان یه انگلی رو وارد بدن میکنن که مواد غذایی که شما میخورید رو مصرف میکنن. مگه داریم؟ بعد میدونی چی میشه؟ راه روده رو مسدود میکنه، مواد مغذی رو مصرف میکنه و دچار علائمی مثل سردرد، حالت هوا و بیرون روی میشید. اگر فقط یک ماده غذایی توی رژیمت داری که بهش رژیم تک غذایی یا به اصطلاح مونو رژیم میگن که یک رژیم غذایی بسیار ترسناک و ناسالمه. توی این رژیم افراد در طول روز فقط میتونن یک ماده غذایی رو مصرف کنن و این ممکنه چند هفته و یا حتی چند ماه ادامه داشته باشه. اگر یک دسته از مواد غذایی از رژیمت حذف شد، مثلا بعضیا تو رژیمشون میان کلا کربوهیدرات رو حذف میکنن، و یا اگر توی رژیمت کاهش وزن خیلی سریع داشتی، یا حتی اگر رژیمت سر خود بود و تحت نظر متخصص تغذیه نبود،